بالا رفتن نرخ راهگیرا در نقلیات جمعیتی پایتخت این مرد را چنین خشمگین کرده است. او با انتقاد از این قرار میگوید مقامات میبایست اول معاش و نفقه مردم را زیاد میکردند. این مرد 330 سوم نفقه میگرفته است و میگوید اکثریت درآمد کم دارند. یگون کساجات کردن. آدمو 300-500 تومن میگیره کی میرسه؟ هر یک کودک درس میروم میوید او پول اویلیک چنده؟ یا بر فکر کنه پیسه چنده؟ خینه زندگی ما روزی دنیا تینجیه امونیه خوبه شروعه خیلی مبلغ هم زیاد کننده اویلیکه آدمی اویلیک خرده بسیار قیچید نیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم ایه خونه 4-5 خوننده باشه اوتای وای بگیره 700-800 سوم بخره یا اینکه ماشین پولی کنه. 2 روز اخیر در نقلیات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلیات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. نمی امروز ما قط یک شوفر نمی مشروط که ما جنگ کردیم. برای چی؟ برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ نه بیوه میمونن نه یک کپای قبه گا میزنن. چی کار کنیم مخی؟ مراجعت نمی میکنیم آدم که مثال که دعوای ما رو عرض ما رو بشنون که مثال همین کم کنن مخی. در اداره دوشنبه نقلیات حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابع شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرا به گران شدن نرخ سوزشواری و قسم‌های احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیل‌ها را پیش می‌آورند. این اگر قیمت نمی‌کردن کار شما به ضرر نشد. خیلی ضرر نمیشه. سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریزه. مشکوک هم خیلی بسیار خیلی روز آرین در میبروریم یک روز نمیبروریم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلیات از 10 نوامبر گرفته راهگیرا در اتوبوس‌ها 1 سوم و 80 درم شد. آن پیشتر 1 سوم و 20 درم بود. ارزش حرکت در شهر با ترولبوس‌ها از 1 سوم تا 1.5 سوم بالا رفت. اینچنین سفر در داخل شهر در میکرو اتوبوس‌ها اکنون 2.5 سومانی است. پیشتر این نرخ 1 سوم و 60 درم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانی قبلی اکنون 3 سومانی پرداخت میکنند. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده ها در تاجیکستان برای راهگیرا صرف می شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیرا اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می کند که در یک ماه 150 سومانی می شود. به این حساب خراجات راه برای عائله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان میگویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده میشد. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.